سلام، خیلی چاکرم. آقا شاید اصلا بخوایم بدونید من کیم، بیوگرافی من چیه، چون اصلا از خودم نگفتم تو این چنل. من علیرضا اسکندری هستم، 28 ساله، بزرگ شده تهرانم، اما الان شهر قدس زندگی میکنم. من از 17-18 سالگی خیلی کار عوض کردم، خیلی شغل عوض کردم. یعنی تو هر کاری یه ماه میرفتم میموندم، یه هفته میرفتم میموندم، میامدم بیرون تا 27 سالگی. حتی با داییمم کار کردم. من 3 تا دایی دارم، با 2 تاشون خیلی کار کردم دیگه. خیلی کار کردم دیگه. مثلا 4 سال تو دوربینم، 4 سال که نه، 1 سال و نیم 2 سال تو دوربین مداربسته نصاب بودم. با یکی از 2 تا داییام نصاب دوربینم، با جفتشون نصابی دوربین کردم. بعد عرضم به حضورتون که دیگه نجاری بودم. رشته خودم تأسیسات بوده. تو تأسیساتم رفتم ولی نموندم، نمیدونم چرا، ولی فنیم. این خیلی موضوع مهمیه. ولی فنیم دیگه. عرضم به حضورتون 32 واحد پاس نکرده دارم. اصلا درس نمیخوندم، از درس متنفرم. من فقط تا 5 دبستان خوب بودم، بقیه‌شو دیگه ترمالی زدم اومدم دیگه. عرضم به حضورتون آره تا 27 سالگی هم این کار اون کار که دیگه الان خسته شدم واقعا. که دیگه این چنل یوتیوب رو زدم که حداقل بتونم از این به درآمد برسم، با حمایت های شما، با لایک کردن و ساب کردن و حمایت های شما دیگه. دنبال یه شغل ثابت هم هستم، گفتم پیدا کردم، ولی خب ساعت کاریاشون اینجا زیاده. مثلا 7 صبح تا 6-7 با اضافه کاری. من دنبال یه ساعت کاری کم میگردم که بتونم به یوتیوب برسم، چون یوتیوب اولویت هم که ازش با حمایت های شما به درآمد برسم. بعد اینکه من آدمی نیستم 7 صبح پاشم تا 5-6 یه روتین تکراری داشته باشم، بدم میاد، خیلی بدم میاد. سر همین الان نتیجه ماشین دارم میره، الان دارم میرم مصاحبه کاری. آره مصاحبه کاری دارم میرم. خیلی ممنون از صدای قشنگ این خاور. بعد دیگه عرضم به حضورتون همین دیگه. گفتم یه بیوگرافی بگم از خودم. خیلی چاکرم.